بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. از سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در عبادت الله متعال و در تدبر و تفکر آیات کلام الله مجید و عمل به دستوراتش هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. در الله متعال رو بی نهایت سپاس از همه، به خاطر همه نعمتهایش، به خاطر اینکه یک بار دیگر این فرصت رو نصیب راه ما قرار داد تا به همراه شما گرامیان در درس دیگر از شرح معانی آیات سوره مبارکه الفاتحه، اولین سوره کلام الله مجید در اولین صفحه قرآن کریم همراه شما گرامیان باشین با ادامه آیات این سوره. در درس گذشته به همراه شما گرامیان سوره مبارکه الفاتحه رو با عنوان اولین سوره کلام الله متعال آغاز کردیم. درباره این سوره و اهمیت آن صحبت کردیم و اشاره کردیم به روایاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن به ما این سوره را ام القرآن و ام الکتاب و قرآن عظیم و سبع مثانی و رقیه نامید و این سوره است که رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود نه در تورات، نه در انجیل، نه در زبور داوود علیه الصلاه و السلام و نه در قرآن کریم به مانند آن وجود ندارد. این سوره نور است. یکی از نام‌های این سوره النور است، زیرا آن ملکی که بر رسول علیه الصلاه و السلام نازل شد فرمود بشارت باد به تو به دو نوری که به تو داده شده است ای محمد مصطفی علیه الصلاه و السلام، سوره مبارکه الفاتحه و همچنین دعای آخر سوره مبارکه البقره. و در آیه 87 سوره مبارکه هجر الله متعال برای ما این سوره را سبع مثانی نامید، 7 آیه که تکرار می شوند یا 7 آیه که این امت با آن اختصاص یافته است یا 7 آیه که 2 بار نازل شده است در سوره مبارکه در مکه مکرمه و در مدینه منوره. 7 آیه دارد این سوره. 7 عدد 7 عددی است که مقدار درباره‌اش صحبت بکنیم خوب است. 7 آیه در این سوره قرآن هم سبع مثانی نامید. 7 کلا عدد 7 عدد عجیبی است در آموزه های دینی ما. اولین سوره کلام الله مجید 7 آیه دارد. الله متعال آسمان ها و زمین رو خلق کرده، سبع سماوات، 7 آسمان. و خود همین کلمه سبع سماوات تسبح له السماوات السبع، تسبیح میگویند تمام آسمان های 7 گانه بر الله متعال و تمجید و تقدیس او را انجام میدن، هر آنچه که در آسمان و زمین است. الله متعال برای ما از 7 آسمان صحبت میفرماید. اونجا هم عدد 7 ذکر می شود. وقتی که به زمین نگاه میکنیم، لایه های مختلف زمین 7 لایه هستند و بار دیگر عدد 7 رو مشاهده میکنیم. روزهای هفته رو که نیازی به گفتن نیست، اسمش روی اون هست، هفته، 7 روز است. و علاوه بر اینکه ما خود همین تعبیر سبع سماوات هم در قرآن کریم 7 آسمان رو الله متعال در قرآن کریم این حقیقت رو 7 بار تکرار میفرماید. علاوه بر این موضوع 7 ما در کنار کعبه وقتی که طواف میکنیم 7 بار طواف انجام می شود. بین صفا و مروه وقتی که طواف می شود 7 بار طواف می شود. اون سنگ هایی که برای زدن جمرات در روز عید قربان روزهای بعد آن استفاده می شود، هر مرتبه 7 سنگ است و این حکایت عجیبی است. 7 آسمان، 7 لایه زمین و عجیبتر این که حتی نه تنها آسمان ها که خب بزرگترین مخلوقات الله متعال هستند، 7 آسمان هستند، در کوچکترین ذرات عالم هم وقتی نگاه بکنیم یک مولکول، میدانن عزیزانی که با علم شیمی آشنا هستند،
و کیمیا به تعبیر دیگر که یک ذره به نام مولکول در داخل خود یک هسته‌ای دارد و این هسته اتم دوربر اون لایه‌های الکترونیکی که وجود دارند، 7 مدار حالا بگوییم یا لایه بگوییم، تعبیرهای مختلف، 7 تا هستند. یعنی از کوچکترین ذرات عالم که حساب بکنیم 7 لایه الکترونیکی در داخل یک مولکول تا بزرگترین مخلوقات در ادراک متعال، 7 آسمان و 7 طبقه زمین و 7 روز هفته و 7 طواف کنار کعبه و 7 سعی بین صفا و مروه و 7 سنگی که برای زدن شیطان استفاده می شود و از همه مهمتر 7 آیه سوره مبارکه الفاتحه، سبع المثانی. عدد 7 عدد عجیبی است. سر عجیبی در این عدد نهفته است که ادراک متعال خودش بهتر می داند که چه سری در این 7 قرار داده است. یک آیه از این 7 آیه رو به همراه شما در سوره مبارکه فاتحه به تلاوت گرفتیم و درباره اون صحبت کردیم و درباره آیه اول اشاره هم کردیم به اختلافی که درباره بسم الله الرحمن الرحیم وجود دارد که آیه اول هست یا نیست و دیگه تکرار نمی کنم آنچه را که در جلسه گذشته بهش اشاره شد. و قول راجح تر این است که بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول سوره مبارکه هم نیست و بسم الله اول همه سوره ها برای ابتدای سوره و تشخیص آغاز سوره است. وقتی هم نازل می‌شد بر رسول علیه الصلاه و السلام به عنوان یک آیه از سوره نازل نمی‌شد. عبدالله بن عباس می‌فرماید وقتی بر رسول علیه الصلاه و السلام بسم الله الرحمن الرحیم نازل می‌شد به خاطر این بود که مشخص بشود که یک سوره جدیدی نازل شده است بر ایشان و دلایل رو هم مفصل ذکر کردیم در قسمت گذشته. الحمدلله رب العالمین. بهترین حمد و ستایش از آن الله متعال است، خاص الله متعال است که پروردگار جهانیان است. ترجمه تحت لفظی. الله متعال رو حمد و سپاس. حمد برای الله متعال در ابتدا، حمد برای الله متعال در انتها، حمد برای الله متعال در غم و شادی، حمد برای الله متعال در فقر و تنگ دستی و غنا و ثروتمندی، حمد برای الله متعال در صحتمندی و حتی بیماری. همیشه باید حمد و ستایش الله متعال را به وجود آورد، چون او رب ماست، او صاحب اختیار ماست، او ما را خلق کرده است، او ما را تربیت می کند و رشد می دهد و بزرگ می کند و متصرف در امور عالم است و اوست که صاحب اختیار ماست و او سردار و آقای ماست و سیدی است که باید اطاعت گردد. الحمدلله رب العالمین. الله متعال در ابتدای کلام پاکش این تعبیر رو برای خود ذکر فرمود. بهترین حمد و ستایش از آن الله متعال است، چون او صفاتی دارد، نامهایی دارد، او ویژگی‌هایی دارد که واقعا شایسته این ستایش است. کی بهتر از اوست؟ کی میتواند بمانند الله متعال باشد؟ کدام مخلوق الله متعال بمانند الله متعال است؟ لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ کسی بمانند الله متعال همتای او نیست. هل تعلم له سمیه؟ آیا اصلا سراغ داری کسی همزاد الله متعال بشود، همزاد او بشود و با او برابری کنند در صفاتش؟ ولم یکن له کفوا احد. هیچ کسی همتای او نیست. الله متعال بعد از اینکه خود را در اولین آیه کلام پاکش به عنوان رب العالمین برای ما معرفی فرمود، در آیه بعد می‌فرماید که این ذات عظیمی که همه آسمان ها و زمین و هر آنچه در آن است رو به وجود آورده است و این عالم هایی که شما می‌بینید و یا نمی‌بینید، عالم های گذشته و عالم های آینده، همه اینها پروردگار آنها، مالک آنها، مدیر و مدبر امور آنها، فرمان روای آنها الله متعال است. دوباره خود را بیشتر برای ما معرفی می‌فرماید. الرحمن الرحیم. آن ذاتی که رحمان است، آن ذاتی که رحیم است. الرحمن یکی از نام‌های خاص الله متعال است. کلمه الرحمن به مانند اسم جلاله الله، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، برای الله متعال در پایان سوره مبارکه اسراء می‌فرماید بگو یا الله یا بگو یا رحمان. الرحمن هم به مانند لفظ جلاله الله اسم خاص الله متعال است. هیچ کسی حق ندارد خود را رحمان بنامد، چه با اضافه شدن چه بدون اضافه شدن، الف و لام باشد یا نباشد. الرحمن.
عبدالرحمن بله اون اجازه دارد، اما با اضافه الف و لام یا بدون اضافه الف و لام مرادم بود. کسی الرحمن بنامد یا رحمان حتی بنامد، اجازه ندارد کسی نام الرحمن را تنها برای خود استفاده کند، چه با الف و لام چه بدون الف و لامش. با کلمه عبد خب طبیعتاً می شود استفاده کرد، مثل عبدالله، عبدالرحمن. همونطوری که هیچ کسی نام الله رو حق ندارد برای خود استفاده بکند، نام الرحمن از اون نام‌هایی است که نباید تنها استفاده کرد. متاسفانه ما مشاهده می‌کنیم بعضی جاها که نام کسی مثلا عبدالرحمن است، فضل الرحمن است و این نام رو رحمان صدا می‌کنن. رحمان او رو وقتی که اطرافیان صدا می‌کنن رحمان صدا می‌کنن. رحمان اسم خاص در متعال است. رحیم رو که ادامه میاد، رحیم رو میشه استفاده کرد تنها. رحیم رو میشه برای غیر الله متعال استفاده کرد، چون خود الله متعال هم برای ما در سوره مبارکه توبه در پایانش درباره وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمد بالمؤمنین رؤوف رحیم. برای مؤمنان بسیار رؤوف هست، رحیم است، در حالی که الرؤوف الرحیم با الف و لام خاص در الله متعال است، اما رؤوف و رحیم به تنهایی بدون الف و لام میشود این رو برای غیر الله متعال استفاده کرد. اما الرحمن چه با الف و لام چه بدون الف و لام خاص در الله متعال است. الرحمن الرحیم، این دو اسم الرحمن الرحیم که در کلمه تعبیر بسم الله الرحمن الرحیم هم ذکر می شود، در اصل ریشه کلمه از رحمت گرفته شدند، در اصل از رحمت گرفته شدند، اما الرحمن و الرحیم همونطور که در لفظ با هم تفاوت دارند، یک تفاوت لطیفی در معنا هم دارند. الرحمن لحاظ ادبیات عرب صیغه مبالغه است و دلالت بر کثرت و فراوانی لطف و رحمت الهی دارد و نشان از رحمت عام الله متعال است. اون لطف و رحمتی که از سوی الله متعال همه مخلوقات او را فرا گرفته است و هیچ تفاوتی وجود ندارد در میان مخلوقاتش، مسلمان و کافر، انسان و غیر انسان، همه را در بر گرفت. و رحمتی وسعت کل شیء، الله متعال میفهمد و رحمت من چنان وسیع است که همه چی رو فرا گرفت. و الله متعال در سوره مبارکه غافر به نقل از ملائکه حملة العرش، ملائکه که عرش الهی رو حمل میکنن و بزرگترین مخلوق الله متعال که عرش الله متعال است، این ملائکه حمل میکنن و بزرگترین ملائکه به حساب میآیند. میفهمند الذین یحملون العرش، در آیه 7 سوره مبارکه غافر، الذین یحملون العرش و من حوله، اون ملائکه که حمل میکنن عرش الهی را و ما حول عرش الهی هستن، یسبحون بحمد ربهم، به حمد و ستایش و تسبیح الهی مشغول هستند. یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به، و به او باورمندن، ایمان دارن. و یستغفرون للذین آمنوا، برای مؤمنان، برای مسلمانان طلب بخشش میکنن از الله متعال و میفرمایند ربنا وسعت كل شیء رحمة و علما، رحمت تو، علم تو همه چیز را فرا گرفته است. رحمت الله متعال، الله متعال بعد از اینکه خود را رب العالمین برای ما معرفی میفهمد که رب العالمین است، الرحمن الرحیم را ذکر میکنه. الرحمن، الله رحمان. بعد از اینکه خلقت رو ذکر میفهمد از لطف و رحمت خود میگوید تا ما نشان دهد که اصل برای الله متعال لطف و رحمت او نسبت به مخلوقات اوست. الله متعال که رب عالمیان است، الله متعال که خلق کرده، تمام عالمها رو به وجود آورده. هر عالمی که شما تصور بکنید از عالمهای دور برتان، از پرندگان و خزندگان و چرندگان و عالم آسمان و عالم زمین و عالم انسان و جن و ملائکه و تمام آنچه که میبینید، این الله اینها رو به وجود آورده که رحم بکنه به اونها، لطف بکنه به اونها و لطف خود رو شامل حال اونها بکنه، رحمت خود رو شامل حال اونها بکنه و رحمت او همه جا رو فرا گرفته. الرحمن صیغه مبالغه است، دلالت بر کثرت و فراوانی و عمومیت لطف و رحمت الهی دارد. رحمت الله متعال همه چی رو در بر گرفت، رحمتی که کافر و مسلمان رو در بر گرفت. الرحیم اینجا صفت مشبه است. الرحیم دلالت دارد بر ثبوت و بر جاودانگی این رحمت الله متعال نسبت به موجوداتش. الله متعال این لطف و رحمتش جاودانگی است. یک تعبیر دیگری رو هم مفسرین اضافه کردن. الرحمن اون لطف و رحمت عمومی الله متعال است که همه رو در بر میگیره. الرحیم رحمت خاص است. الرحمن رحمت عام است، همه رو در بر میگیره. الرحیم رحمت خاص الله متعال است
و کان بالمؤمنین رحیما. فقط یک عده خاصی رو در بر میگیره، اونها مؤمنان هستند، اونها کسانی هستند که به او باورمند هستند. این لطف خاص الله متعال است. این لطف خاص الله متعال است که شامل حال یک عده خاصی می شود. اون لطف عام برای همه است، یک لطف خاصی رو هم داره الله متعال. و کان بالمؤمنین رحیما. الرحمن الرحیم، هر دو این تعبیرها نشان از رحمت الله متعال دارند، لطف الله متعال. در یک حدیث عجیب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که الله متعال رحمت و لطف خود را 100 قسمت کرده است. 100 قسمت کرده است. یک قسمت آن را، 1% از این 100% را، یک بخش از این 100 بخش را در بین تمام مخلوقات خود تقسیم کرده است. از همین 1% است، یک بخش است که شما میبینید حیوانی پای خود را بلند میکند تا طفل خود را لگد نکند و مادری به فرزندش لطف میکند. سبحان الله، چه عظیم است لطف الله متعال. با من تصور کنید. خب این حدیث عظیمی است. خوب تصور کنید که الرحمن الرحیم کیست. با هم الرحمن الرحیم رو که در هر رکعت نماز ما میخوانیم، این سوره رو با بارها و بارها میخوانیم، سوره حمد رو. اما بیایید درباره این آیاتی که هر رکعت میخوانیم اینها رو بیشتر تفکر بکنیم. چرا این سوره عظیمترین سوره قرآن کریم است؟ چرا در هر رکعت این سوره خوانده می شود؟ در هر رکعت نماز خوانده می شود؟ به خاطر این مفاهیم والاست. الرحمن الرحیم، الله متعال برای ما از یک رحمت عام میگوید، از یک رحمت خاص میگوید. الله متعال رسول علیه الصلاه و السلام فرمود رحمت خود رو 100 قسمت کرده، یک رو روی زمین فرستاده. از این 1% لطف الله متعال، رحمت الهی به روی زمین آمده است و از این 1% تمام مادرهایی که محبت میکنند به فرزندانشان، چند میلیون مادر هست، چند میلیارد مادر هست، مادرها که فقط انسان ها نیستند، و جن ها هم خب مادر دارن، حیوانات هم مادر دارن. یک پرنده نسبت به اون گنجشکک خودش، نسبت به اون جوجه خودش چقدر لطف میکنه. یک پرنده رو شما نگاه بکنید. هر حیوانی نسبت به طفل خودش، نسبت به فرزند خودش چقدر محبت داره و این محبت ها زایده، محبت های عجیبی است. وقتی که رسول علیه السلام میفهمند 1% روی زمین پخش شده، یعنی هر دوستی که دوستی را دوست دارد، هر عاشق و معشوقی که نسبت به یکدیگر کشته و شیدای یکدیگر هستند چقدر محبت دارند. در رأس همه این دنیاهای محبت و عشق و احساس و عاطفه مادر است. مادر نماد محبت و عشق است. از عاطفه و محبت مادر صادقانه تر، بیشتر نسبت به فرزند شما پیدا نمی کنید. این مادر وقتی که فرزند خود رو چطور دوست داره، این محبت یک مادر نسبت به فرزند، محبت چند میلیون مادر، چند میلیارد مادر روی زمین بوده است، هست و خواهد بود. انسان‌ها، همه انسان‌هایی که در طول تاریخ می‌آیند، همه این مادرها محبت‌های اونا رو جمع بکنیم، محبت‌های مادرهای حیوانات، مادرهای پرندگان، محبت‌های عاشق و معشوق‌ها، دوست‌ها، رفیق‌ها، برادر و برادر، برادر و خواهر با یکدیگر و هر کسی، هر جایی که صحبتی از محبت است، همه اینها وقتی کنار هم جمع می‌شوند، حتی رسول الله علیه السلام با آن محبت و عظمتش یکی از این 1% است، یکی از این میلیون ها بلکه میلیاردهایی است که جز 1% هستند. یعنی همه این محبت رو ما وقتی با هم جمع بکنیم در طول تاریخ تازه میشه 1% محبت الله متعال. سبحان الله. الرحمن الرحیم. الله متعال در ابتدای قرآن خود برای ما معرفی میکنه که من اینم، من اون ذاتی هستم که تمام آنچه را که شما میبینید من به وجود آوردم، من اونها رو در مدیریت میکنم، از حال اونها خبر دارم. و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. غیب الله متعال رو جز الله متعال کسی نمیداند. عالمی است، عالمین عالم غیب هم هست. لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر. آنچه در خشکی است، آنچه در دریا است، الله متعال میداند. و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها. هیچ برگی از درخت نمیافتد مگر اینکه الله متعال میداند. در یک جنگلی در پاییز وقتی شما وارد بشید، همزمان هزاران بلکه میلیون ها برگ در حال افتادن است. الله متعال تک تک اینها را میداند، شکل آنها را، حرکت اینها را، همون رقص افتادن این رو به روی زمین الله متعال میداند. به چه شکلی حرکت خواهد کرد، کجا میفته، چطور تجزیه خواهد شد، بعداً چطور در خاک این دفن خواهد شد.
الله متعال وقتی این را میداند، از اون اشک چشم من تو بیخبر است، از اون احساس دل من تو بیخبر است، از مشکلات من تو بیخبر است. کلا و حاشا. الله متعال اینها را میداند. تو وقتی نماز میخونی باید این احساس رو داشته باشی. انسان وقتی نماز میخونه چرا این سوره در هر رکعت نماز تکرار میشه؟ چرا انقدر عظیم است این سوره؟ تا من تو بفهماند. تو وقتی که دست میگذاری پیش الله متعال بلند میکنی و تسلیم میشی و میبندی دست خود رو، تسلیم میشی در برابر او، میگی الحمدلله، این الله رو درک بکن، رب العالمین، این پروردگاری که این همه مخلوقات دارد، میلیاردها میلیارد مخلوق و همه رو رسیدگی میکنه، الرحمن الرحیم، و این همه محبت دارد، الرحمن الرحیم. این ذات رحمان رحیم است. الله متعال برای خود رحمان و رحیم رو معرفی میکنه. الله رحمان است، به بندگان خود رحم دارد. حواسمان باشد خود رو جای رحمان و رحیم نگذاریم. الله رحمان است و رحیم است. در تعاملمان با دیگران رحمان و رحیم رو سرلوحه کار خود قرار بدیم. سعی کنیم مهربان باشیم، رحمان باشیم، رحیم باشیم. یاد بگیریم این صفت رحمت رو، ببخشیم، رحمت رو یاد بگیریم. نشود که ما خودمان را بگذاریم نعوذ بالله از طرف الله متعال مردم رو ناامید بکنیم. رحمت در الله متعال همه چیز را فرا گرفته است. ما حق نداریم درباره رابطه مخلوقات الله متعال، بندگان الله متعال با الله رحمان و رحیم قاضی بشویم. الله رحمان و رحیم میداند و بندگانش که درباره بندگان خود چطور حکم خواهد کرد. رابطه هر فردی با الله متعال فقط با الله متعال مرتبط است. ما قاضی نیستیم و حق نداریم درباره اونها حکم کنیم. ما حق نداریم که کسی رو از الله متعال ناامید بکنیم. ما حق نداریم درباره رابطه کسی با الله متعال حکم بکنیم. با او رو طوری با او رفتار بکنیم که گویی الله متعال او را نمیبخشد، گویی الله متعال او رو هرگز نخواهد بخشید. نه، الله متعال هر بنده را بخواهد رحمان و رحیم است. یک عمری گناه کرده، 40 سال، 50 سال، 100 سال گناه کرده، هر چقدر ظلم کرده باشه، جنایت کرده باشه، وقتی برمیگرده پیش الله متعال، الله متعال او را میبخشد. الرحمن الرحیم. در ادامه الله متعال میفرماید مالک یوم الدین. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صفت دیگری رو برای ما ذکر میفرماید. مالک یوم الدین. مالک در قرائت دیگری ملک هم خوانده شده. مالک و ملک، ملک یوم الدین، مالک یوم الدین. مالک از ملک آمده. ملک، شما یه جایی ملکی دارید، یعنی چی؟ یعنی صاحب اون هستید، اختیارش رو دارید، هر جوری بخواید درباره او تصمیم میگیرید. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین یعنی صاحب یوم الدین. یوم یعنی روز. الدین اینجا، الدین یوم الدین، دین اینجا به معنای جزاست. دین در قرآن کریم به معانی مختلفی استفاده شد. دین، کلمه دین، معنی معروف و مشهورش همون دین است. آیین و دستور الهی، معنی شریعت آمده، به معنای دین آیین و دستور الهی آمده است. ان الدین عند الله الاسلام، مثلا دین اسلام. و همچنین به معنای قانون هم آمده است. در سوره ملک یوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک. الله متعال میفرماید امکان نداشت که یوسف علیه السلام برادرش بنیامین رو طبق قوانین ملک نزد خود نگه دارد. دین به معنای جزا و حساب کتاب هم آمده است. جزا، دین به معنای جزا است. ارائیت الذی یکذب بالدین. اینجا مراد یکذب بالدین یعنی یکذب بیوم الجزاء، بالجزاء. کسی که تکذیب میکنه روز قیامت رو، حساب کتاب رو و جزا رو. دین یک از معنای دین، یک از معانی دین جزاست. و همین مقوله معروف عربی هم است کما تدین و تدان. همون جوری که جزا بدی جزا خواهی یافت. یعنی با تو هر جوری که با مردم رفتار بکنی همونطور با تو رفتار خواهد شد. اینجا مالک یوم الدین مراد مالک صاحب اختیار روز جزا، یعنی روز قیامت. مراد از یوم الدین بعد از مرگ است، حساب کتاب است. مالک یوم الدین. الله متعال برای ما میفرماید که صاحب روز جزا، مالک یوم الدین. اگر قرائت دیگر رو در نظر بگیریم، ملک یوم الدین، ملک از ملک گرفته شده، مالک از ملک گرفته میشه. ملک، صاحب، اختیار.
مالک میشه صاحب اختیار از ملک. ملک از ملک گرفته شده. ملک یعنی پادشاهی، یعنی فرمانروایی، یعنی سلطه، یعنی قدرت. ملک یوم الدین پادشاه روز قیامت، پادشاه روز جزا، صاحب اختیار روز جزا، پادشاه روز جزا، کسی که قدرت و توانمندی دست اوست. الله متعال برای ما با دو تعبیر مختلف و دو قرائت مختلف خود را مالک، فرمانروا و صاحب اختیار روز قیامت و روز جزا معرفی می کند. مالک یوم الدین، فرمانروای روز جزا. چرا روز قیامت؟ این سوال پیش میاد، چرا الله متعال خود را مالک روز قیامت معرفی کرد؟ چون در دنیا هم احیانا مشاهده میشه که عده‌ای ادعای پادشاهی دارن. ما در دنیا پادشاهان زیادی داریم، حاکمانی که گمان میکنن خدای روی زمینن، مگر فرعون نگفت انا ربکم الاعلی؟ هرچند که ادعای باطلی است، اما طرف ادعا میکنه، الله متعال با مهلتی داده، فرصتی داده، قدرتی داده، به جای اینکه در مسیر درست استفاده بکنه متکبر شده، مغرور شده، از راه در رفته، ادعای پادشاهی دارد، ادعای فرمانروایی دارد، ادعای خدایی دارد. در دنیا هم پادشاهانی وجود دارند. در دنیا پادشاهانی وجود دارند که ادعا دارند حداقل، هرچند این ادعای آنها باطل باشد، اما در دنیا پادشاهانی هستند که ادعای پادشاهی دارند. اما در روز قیامت به جز الله متعال کی جرأت می کند که سخن بگوید؟ بماند که کی جرأت می کنه که اونجا ادعای پادشاهی بکنه؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، در اون روزی که هیچ کسی صاحب هیچ چیزی برای کسی دیگری نیست. والامر یومئذ لله، آن روز پادشاهی، دستور، امر، فرمان از آن الله متعال است. یوم یقوم الروح والملائکة صفا، آن روزی که جبرائیل علیه السلام با آن عظمتش و ملائکه دیگر صف ایستادن، لا یتکلمون، جرأت نمی کنن سخن بگوین، الا من اذن له الرحمن، مگر اون کسی که ذات الله رحمان او اجازه سخن گفتن بدهد. در اون روز الله متعال میفرماید مالک یوم الدین، اون روز کیست؟ اون روزی که پادشاه بیچاره لخت و عریان یک گوشه ایستاده، تنش میلرزد، جرأت نمیکنه حرف بزنه. ما انسان ها وقتی که از قبر خارج میشیم، رسول الله علیه السلام فرمود لخت و عریان خارج میشیم، نه درهمی است، نه دیناری است، نه پولی است، نه بادیگاردی است، نه اسکورتی است، نه مدرکی است، نه ثروتی است، نه قوم و طایفه است، نه دوستی است، نه آشنایی است، هر کسی تک و تنها. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، تک و تنها از قبر میایی بیرون، همونطوری که تک و تنها از شکم مادر لخت و عریان خارج شدی به دنیا رفتی، الان از شکم مادر اصلی خود که زمین است، تک و تنها لخت و عریان دوباره بیرون می آیی به محضر الله متعال در صحرای محشر. مالک یوم الدین، الله متعال یک روزی رو برای ما اونجا به حساب به تصویر می کشد. این روز رو الله متعال نامهای فراوانی در قرآن کریم برای او آورده، نامهای فراوانی برای او آورده، یوم الحساب، یوم التغابن و اسمهای عجیبی که در قرآن کریم برای این روز آمده، یوم القیامه. این روزی است که الله متعال میفرماید اینجا با یوم الدین، روز جزا، روز حساب و کتاب، مالک یوم الدین. الله متعال میفرماید من اون ذاتی هستم که مالک یوم الدینم. الله متعال از ابتدا برای ما گفت الحمدلله رب العالمین، من خلق کرد. از ابتدای خلقت برای ما میگوید من خالق شما هستم، مالک و مدیر و مدبر و متصرف در امور شما منم. الله متعال میفرماید میمیرید، از این دنیا میرید بیرون، دوباره در دنیای دیگری می آیید و اونجا من هستم فقط. هیچ کسی اونجا جرأت نمیکنه حرفی بزنه. نه اونجا پولی هست که به درد کسی بخوره، نه اونجا برای کسی که آدم خوبی نبوده است. اونجا نه شفاعتی برای وجود دارد. شفاعت برای مؤمنانی است که در راه الله متعال حرکت کردند. برای انسان مجرم و انسان کافر هیچ شفاعتی وجود ندارد. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعتی که هیچ کسی به دردش نمیخوره، تک و تنها میاد. نه شهرتش به دردش میخوره در دنیا، نه قدرتش به دردش میخوره در دنیا، چون اینا مال دنیاست فقط. هر کسی که میمیره تنها در قبر گذاشته میشه و تنها از قبر بیرون میاد.
با اعمالش فقط میاد روز قیامت، فقط با اعمال خودش میاد. به همین خاطر فرمود مالک یوم الدین، روز جزا. اون روز شما فقط یک چیز مهم است، اعمال تو. اون روز فقط به یک چیز باید فکر بکنیم، به فکر پاداش اعمال خود، جزای اعمالت. اون روز فقط یک مسئله مهم است، چه کرده بودی در دنیایی که قبل از این بودی. خود رو برای اون روز آماده کن. مالک یوم الدین. اینجا میترسونه آدم رو. این آیه انسان رو میترسونه. در آیه قبل الرحمن الرحیم انسان رو امیدوار میکرد، انسان رو خوشحال میکنه. رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. رب العالمین کسی که تو رو خلق کرده، کسی که تو رو مدیریت میکنه، به تو رسیدگی میکنه، رزق و روزی میده، از حال تو با خبره، بی خبر نیست. اونجا محبت ایجاد میکنه. الحمدلله رب العالمین محبت ایجاد میکنه. انسان مادرش رو دوست داره، سبب وجودش در دنیاست. پدرش رو دوست داره، سبب وجودش در دنیاست. الله رو به طریق اولا باید دوست داشته باشه، چون سبب وجود پدر و مادر هم الله هست. الحمدلله رب العالمین یک محبت ایجاد میکنه. الرحمن الرحیم امیدواری ایجاد میکنه. مالک یوم الدین میترسانه انسان رو. محبت، امیدواری و ترس، سه تا صفتی که باید در وجود یک انسان مسلمان باشد. یک نکته بلاغی رو برخی از مفسرین بسیار زیبا ذکر کردن. گفتن در ادبیات وقتی انسان صحبت میکنه، در تعبیر، کلمات، عادتاً از شروط بلاغت این است که کلماتی که هم معنی هستند، نزدیک به هم هستند، در محتوا کنار هم قرار بگیرن. در این آیات رب العالمین گفتیم یکی از معانی رب این است که سید مطاع، اطاعت می شود. این می طلبید که مالک یوم الدین هم بعد از او بیاید. یعنی رب العالمین و مالک یوم الدین لحاظ معنا خیلی به هم نزدیکن. اگر اینطور می شد الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین، رب العالمین که در دنیا پادشاه تمام مخلوقات خود است و خلق کرده، سید مطاع است، امر و نهی میکنه، و مالک یوم الدین یعنی در آخرت هم مالک است، صاحب اختیار است. الرحمن الرحیم بعد از اون اگر می آمد، این دو به هم نزدیکتر بود، معانی رب العالمین و مالک یوم الدین. اما بین رب العالمین و مالک یوم الدین الرحمن الرحیم رو ذکر کرد تا الله متعال قبل از این که مالک یوم الدین رو ذکر بکنه، روز جزا رو، به مؤمنان با آنها بگوید که نگران نباش، الرحمن الرحیم صاحب مالک یوم الدین است، الرحمن الرحیم قاضی یوم الدین است. اگر رابطه خودت رو با الله درست کردی، با رب العالمین، با الرحمن الرحیم، اون موقع اگر اون رحیمیتش که خاص است برای مؤمنان و کان بالمؤمنین رحیما شامل حالت شد، نگران مالک یوم الدین نباش، نگران یوم الدین نباش، چون الرحمن الرحیم همون مالک یوم الدین است. اگر با الله رحمان الرحیم رابطه خودت رو درست کردی، رابطه تو خوب بود، دیگه ترسی از یوم الدین نداری، چون اون اللهی که در دنیا با او انس داشتی، عاطفه داشتی، محبت داشتی، اطاعت کردی دستوراتش رو، روز قیامت پرونده اعمال تو به دست اوست، اگر رابطه تو با الله متعال درست شد. قبل از این که الله متعال مالک یوم الدین رو ذکر بکنه، الرحمن الرحیم رو ذکر میکنه تا به مؤمنان اونها این موضوع رو اشاره بفرماید که الرحمن الرحیم مالک یوم الدین است. برای اینکه روز جزا راحت باشی، نترسی، باید با الرحمن الرحیم رابطت خوب بکنی. رحمان است، رحیم است، باش رابطت خوب بکن، از لطفش، از رحمتش استفاده کن، برگرد، توبه کن. هیچ کسی نمیتونه بین تو و بین پروردگارت مانع باشه. هیچ کسی حق نداره بین تو و بین پروردگارت مانع باشه. نباید بین تو و پروردگارت مانع باشه. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. هر وقت بندگان من از تو درباره من میپرسن، بگو من نزدیکم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. هر کسی که من رو بخواند من اجابت میکنم دعوت او رو. برگرد پیش پروردگارت. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تا اینجا الله متعال برای خود چند صفت ذکر فرمود.
اسم مبارکش رو ذکر فرمود. الله رب العالمین، مالک، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. برای مردم متعال از چند نام خود گفت، صفات خود گفت و برای ما خود را در 3 آیه معرفی فرمود. در ادامه الله متعال میفرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین. یک دفعه خطاب تغییر میکنه. تا اینجا رسول علیه السلام فرمود در حدیثی، الله متعال میفرماید وقتی بنده من به نماز میایستد و میگوید الحمدلله رب العالمین، من الله میگویم من رو ستایش کرد، حمد کرد مرا. وقتی میگوید الرحمن الرحیم، میگم من رو ثنا کرد. وقتی میگوید مالک یوم الدین، میگم من رو مجد و تعظیم کرد. وقتی میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، من میگویم این بین من و بنده من است و هر چه بخواهد به او میدهم. ایاک نعبد و ایاک نستعین تا الان چی بود؟ الحمدلله، درباره الله صحبت میشد، خطاب غایب بود. الله، حمد ستایش از آن الله است پروردگار جهانیان، رحمان است، رحیم است، مالک یوم الدین است. یک دفعه خطاب تغییر میکنه. ما الان درباره الله صحبت میکنیم، یک دفعه خطاب تغییر میکنه به تو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را. ایاک یعنی فقط تو را. نعبد و میپرستیم. ایاک نعبد، ایاک نعبد، فقط تو را میپرستیم. این تعبیر ایاک نعبد اگر میشد نعبد و که، معنیش فرق میکرد. ایاک نعبد، ما در ادبیات عرب یک قانونی داریم که اگر مفعول بر فعل و فاعل مقدم شود دلالت بر حصر میکند. اینجا اگر تعبیر می بود نعبد و که، تو را میپرستیم، و ایاک نستعین به جای ایاک نستعین می بود نستعین و که، نعبد و که و نستعین و که. یا الله ما تو را میپرستیم، از تو استعانت و یاری میجوییم، حاجت میخواهیم. این معنی رو میداد که خب نعبد و که یعنی تو را میپرستیم و شاید غیر تو را هم بپرستیم. اما وقتی بهمون ایاک نعبد، فقط تو را میپرستیم و غیر تو را نمیپرستیم، و ایاک نستعین، و فقط از تو استعانت میجوییم و از غیر تو استعانت نمیجوییم. ایاک، و همین خاطر کلمه ایاک استفاده شده. فقط و فقط ایاک نعبد. بعد از این که الله متعال خود را معرفی فرمود، در این 3 آیه اول بنده وقتی که الله خود رو تعریف میکنه، تمجید میکنه، نامهای او رو، صفات او رو وقتی که الله متعال معرفی کرد، وقتی رب در دنیا منم، رحمان و رحیم منم، مالک یوم الدین منم، خالق من، مالک و مدیر و مدبر عالم من، رحمان و رحیم ارحم الراحمین من، و مالک روز جزا و حساب و کتاب و پرونده جنت و بهشت شما دست من. خب وقتی که همه چیز به دست الله متعال است، چرا غیر الله متعال باید عبادت شود؟ سوال مطرح میشه. بنده میگه وقتی که همه چیز الله متعال است، رب العالمین فقط الله متعال است. در این آیه رب العالمین 10 آیه در قرآن می آید و این رو اثبات میکنه الله متعال که چگونه رب العالمین است. به همین خاطر ما میگیم ام الکتاب از سوره فاتحه، چون کل قرآن کریم بعد از سوره مبارکه فاتحه، یعنی از ابتدای بقره تا سوره ناس تا آخر، خلاصه سوره حمد است، تفسیر سوره حمد است و حمد خلاصه قرآن کریم. تفسیر سوره حمد، تفسیر تک تک این آیات در آیات مختلف می آید. الله رب است. هیچ کسی در خلقت آسمان ها و زمین با الله متعال شراکتی نداشته است. آیات مختلف اشاره می کند. قل رأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. در سوره مبارکه احقاف آیه الله متعال میفرماید که ای کسانی که غیر الله را به فریاد میخوانید، بیایید به من نشان دهید. آیا کسی هست که در آسمان ها و زمین با الله متعال در خلقتش شراکتی داشته باشد؟ کلا و حاشا. به من نشان بدهید کی در آسمان ها و زمین مشارکتی داشته با الله متعال از مخلوقاتش؟ دلیلی بیاورید. و آیات فراوان دیگری که در وقت خودش خواهد آمد. با امید الله متعال در درس‌های آینده تفسیر سوره های آینده. الله متعال برای ما ثابت کرد که رب العالمین فقط اوست، فقط و فقط اوست که خلق کرده است. وقتی که او خلق کرده، او اختیار دارد، او قانونگذار است، او سردار سید مطاع است،
او رحمان و رحیم است، مهربان ترین مهربانان اوست و رحمتش همه را فرا گرفته است، کافر و مسلمان رو، و رحمت او جاودانگی است و اوست که روز قیامت حساب کتاب به دست اوست. خب چرا به غیر الله شما مراجعه میکنید؟ دیگه چه دلیلی باقی میمانه شما برید به سراغ بندگان الله متعال، مخلوقات الله متعال، فلان نبی و فلان ولی و فلان ملک و فلان و فلان؟ اینجاست که بنده با تمام وجود احساس میکنه که ایاک نعبد، حال که اینطور است فقط تو رو عبادت میکنم یا الله. در 3 آیه اول توحید است. توحید الله متعال رو با تمام وجود باید درک بکنه، احساس میکنه که غیر از الله متعال هیچ کسی هیچ اختیاری در دنیا و آخرت ندارد و مهربانتر از او هم وجود ندارد. چرا به سراغ غیر او بروم؟ ایاک نعبد، با تمام وجود میگوید بار الله فقط و فقط تو رو عبادت میکنم. نعبدو، عبادت میکنم. عبادت، معنای عبادت چیست؟ عبادت در لغت عرب نعبدو به اون مسیری که راهی که جاده‌ای که کوبیده می شود میگن طرق معبده، راههایی که معبد است، آماده شده برای استفاده، کوبیده شده، له شده. و عبادت در اصطلاح نهایت تواضع، خضوع، فروتنی، اظهار ذلت و عجز و ناتوانی در برابر ذاتی همراه با احساس محبت، نهایت تواضع و فروتنی و نهایت محبت و علاقه وقتی با هم جمع میشه. این دوتا شاید ظاهرا جمعش سخت باشه ولی این باید باشه. نهایت معنای عبادت اینه یک شخصی در برابر یک ذاتی با این احساس وقتی وارد بشه که از یک طرف نهایت اظهار عجز و فروتنی رو در برابر او داشته باشه و بالاترین محبت رو نسبت به او داشته باشه و با این احساس همراه با اعتقادی که او را در عالم غیب با قدرت کامل و علم کامل صاحب اختیار بداند، الان هر عملی را که در برابر او انجام بشه میشه عبادت. برای عبادت چند شرط لازم است که در آیات قبل اومد. رب العالمین محبت، الرحمن الرحیم امید، مالک یوم الدین ترس. محبت، ترس و امید وقتی اینها جمع میشه با هم، این 3 تا با هم که در 3 آیه قبل ذکر شد، اون موقع انسان در برابر یک ذاتی که او رو فوق العاده دوست دارد و فوق العاده هم از او میترسد و اظهار ناتوانی در برابر او میکنه و امید دارد به لطف و رحمت او و او رو صاحب اختیار میداند در عالم، قدرت مطلق، علم مطلق، این هر عملی رو در برابر او انجام بده میشه عبادت. فقط تو رو عبادت میکنه. عبادت معنای وسیعی دارد. ما عبادت‌های قلبی داریم مثل امید، مثل ترس، مثل توکل، مثل اعتماد بر الله متعال. اینها عبادت‌های باطنی هستند. ایمان به وجود الله متعال، ایمان به ملائکه او، ایمان به ارکان 6گانه ایمان، همه عبادت‌های قلبی است. من قبول دارم که الله هست، خود وجود الله متعال رو قبول کردن. ایمان به ملائکه آسمانی، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به پیامبران الهی، ایمان به روز آخرت، ایمان به قضا و قدر، اینا عبادت‌های قلبی است. یعنی هیچ کدوم در عمل چیزی دیده نمیشه وقتی ما میگیم ایمان با قلب است. عبادت‌های قلبی، عبادت‌های زبانی، ذکر، دعا، تلاوت، امر معروف، نهی از منکر، دفاع از مظلوم و عبادت‌هایی که با زبان انجام میشه. عبادت‌های زبانی داریم، عبادت‌های جانی داریم که با دست، با پا انجام میشه. روزه یک عبادت جانی است با نخوردن. حج خود همین حرکت کردن، طواف کردن، از اینجا به آنجا رفتن، از منا به مزدلفه و از مزدلفه به عرفات و سپس بازگشتن به منا و طواف، این حرکات عبادت جانی است. جهاد یک عبادت جانی است. خود نماز، رکوع، سجده یک عبادت جانی است. و عبادت‌های مالی داریم ما، زکات، صدقه، انفاق، خیرات، این عبادت‌های مالی است. همه اینها با هم، عبادت مالی داریم، نذر و نیاز کردن، بخشیدن، عبادت‌های جانی داریم، عبادت‌هایی است که همه اینا رو با هم داره. نماز مثلا هم عبادت جانی است، هم عبادت زبانی است و حج هم عبادت جانی است، هم عبادت مالی است، هم عبادت زبانی است، هم عبادت قلبی است. مجموعه اینها رو با هم داره.
همه این انواع عبادت رو خاص فقط برای الله متعال باید انجام داد. اگر عملی انجام بشود با ترس و ذلت، اطاعت و فرمانبرداری که با ترس باشه، با ذلت باشه، اما همراه با محبت و امید نباشه، عبادت نیست. مثلا یک پادشاهی برده رو مجبور میکنه که این کارها رو بکنه، خب مجبوره انجام میده، هر چی انجام دستور بده و انجام میده. ترس و فروتنی و تواضع هست، اما محبت نیست، اما علاقه نیست. اگر ترس باشد، محبت و علاقه باشد، امید باشد و این احساس باشه که این ذاتی است که در عالم دخل و تصرف دارد، موقع میشه عبادت. تنها عبادت از آن الله متعال است. ایاک نعبد، فقط تو را میپرستیم، و ایاک نستعین، و فقط از تو استعانت میجوییم. استعانت، نستعین، استعانت. استعانت یعنی طلب عون کردن، طلب یاری کردن، حاجت خواستن. حاجت خواستن، فقط از تو طلب حاجت میکنیم. از تو طلب حاجت میکنیم، فقط از تو حاجت میخوایم. حاجت خواستن دو نوع است. ما یک حاجت هایی داریم. من حاجت میخوام از کسی، کمکی میخوام، از برادرم، از نزدیکانم، از عزیزانم، از دوستم، یک کمکی میخوام. این کمک ممنوع نیست. یک سری حاجت هایی است که در چارچوب اسباب است، یعنی با رعایت اسباب افراد انجام میدن. قرآن میفرماید و تعاونوا علی البر و التقوی، در کارهای نیکو، در تقوا همدیگر رو یاری کنید، معاونت کنید. عون، نستعین از همون کلمه عون گرفته شده که تعاونوا عون داره، نستعین هم عون، یعنی همون اصل لغت یک چیز است، اصل کلمه عون. و الله متعال میفرماید در اینجا همدیگر رو کمک بکنید. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، در گناه، در معصیت همدیگر رو کمک و یاری نکنید. استعانت، طلب کمک خواستن از یک فرد، از یک شخص در آنچه که حیطه اختیارات اوست. یک انسان یک کاری رو میتونه انجام بده، شما ازش میخواید ازش برات انجام بده، اینش کاری نداره شرعاً. آنچه که ایاک نستعین اینجا آمده است، ایاک نستعین، فقط از تو حاجت میخواهیم، در اون حاجت هایی که حاجت خواستنی که فرای اسباب است، مافوق اسباب است، در حاجت هایی که هیچ انسانی، هیچ پیامبری، هیچ ولی نمیتواند این کار رو بکنه. مثلا کسی فرزنددار نمیشه، بره سر قبری بگه که صاحب قبر بخواد پیش فلان یا فلان به من بچه بده. این فقط در حیطه اختیارات الله متعال است. این اختیار، استعانت مافوق اسباب، از غیر الله متعال شرک است. چرا؟ چون وقتی که کسی می رود پیش یک فردی از او چیزی میخواد که اصلا در حیطه اختیارات یک انسان نیست، یک انسان هیچ وقت نمیتونه این کار رو بکنه، به او صفات خدایی داده است. کسی میاد میگه یا فلان مدد، و از اون مدد میخواهد، با اون فرد مرده اصلا نیست. این آقا احساس میکنه که او حاضر و ناظر بر اعمال است، میشنود این است و میشنود و میبیند و فریاد او رو اجابت میکنه. به این خاطر که اینجا مشکل پیدا میشه. در بحث استعانت فقط از تو یاری میجوییم. آیات فراوانی در قرآن کریم درباره این موضوع، بحث شرک که نقطه مقابل عبادت است، مطرح میشه و بحث مفصلی است. حالا اگر ما بخوایم در این بحث وارد بشیم، فقط تو همین بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین با چندین برنامه صحبت کنیم. ایاک نعبد، فقط از تو عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، و فقط از تو یاری میجوییم. از تو یاری میجوییم برای اینکه ما رو در عبادتها کمک بکنیم. ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنیم. حالا که اینطور است که فقط تو را عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، و فقط از تو یاری میجوییم. اهدنا الصراط المستقیم. بعدش می آید دعا شروع میشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یک نکته دیگر هم در این آیه اشاره بکنیم. فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو یاری میطلبیم، نصرت میطلبیم. عرض کردم نصرتی که اینجا مراد این نیست که از غیر الله متعال اگه مثلا گفتیم فلانی بگیم کمک بکن با این آیه تعارض داشته باشه، نه. اون استعانتی که مافوق اسباب است، فقط از الله خواسته می شود. هرچند که اصل این است که انسان حتی همون نیازهای دنیوی خود را برخی از اولیای خداوند می‌فرمودند که
حتی اگر من بند کفشی رو گم بکنم از الله متعال میخوام که من بدهد. این معنی نیست که طرف بشینه و تلاشی نکنه، نه، در چارچوب تلاش خودش رو میکنه، حرکت خودش رو میکنه، اما از الله متعال میخواهد. اما در آنچه که مافوق اسباب است، فقط برای الله متعال، آنچه که ضررهایی که انسان رو تهدید میکنه، نیازهایی که انسان دارد، فقط از الله متعال خواسته میشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. علاوه بر اینکه خطاب اینجا تغییر کرد و خطاب مستقیم شد، ما یک نکته دیگر رو اینجا ما داریم. ایاک نعبد، تعبیر جمع استفاده شده، فقط تو را میپرستیم جمع است، نعبد جمع است. با وجود اینکه ما انسان ها، ما مسلمانان، در هر رکعت نماز این سوره را میخوانیم، ولو تنها هم نماز بخوانیم نعبد استفاده میکنیم. این اشاره به این دارد که اصل بر این است که عبادت ها، خصوصا عبادت نماز، با جماعت خوانده شود، چون نعبد تعبیر جمع است. غیر از این، ولو این که اگه فردم انسان نماز فردی هم بخوانه، نمیگیم ایاک اعبد، من تو را میپرستم، بازم باید بگیم ایاک نعبد، تو را میپرستیم. اشاره لطیفی به این دارد که دین اسلام یک دین دست جمعی است، یک دین گروهی است. اسلام یک دین گروهی است. مسلمانان برادر یکدیگرند، مسلمانان حامی یکدیگرند، مسلمانان بعد از همدیگر حمایت بکنن. تو نماز رو تنها میخوانی، نماز رو تنها هم که میخوانی باید بگی ایاک نعبد، تو را میپرستیم. تو یک فردی از یک مجموعه هستی، تنها نیستی. تو یک فردی از یک امت هستی. مفهوم امت، ما یک امت هستیم. هر مسلمانی در هر گوشه‌ای از این عالم برادر من است. ولی اینکه هر چی میخواهد باشد، زبان او، قوم او، طایفه او، رنگ پوست او، نژاد او برادر من است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو یاری میجوییم جمع استفاده میشه. تو فراموش نکنیم که ما یک نفر نیستیم، ما یک مجموعه هستیم. باید به فکر هم باشیم، باید مشکلات هم دیگر رو درک بکنیم، به فکر هم باشیم، کمک بکنیم هم دیگر، یاری بکنیم هم دیگر رو، نصرت بکنیم هم دیگر رو، در برابر دشمنان دست هم دیگر رو بگیریم، هم دیگر رو حامی هم باشیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجا در ادامه الله متعال برای ما یک دعایی رو یاد میدن. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجا چون فقط تو رو عبادت میکنیم و فقط از تو یاری میجوییم، پس این عبادت خود را و این توحید خود را در رفتار با تو بار الله وسیله قرار میدهیم برای اینکه دعای ما رو قبول کنی. این یک جوری، این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین توسل به اعمال صالح هم هست. قبل از اینکه دعا شروع بشه در پایان آیه، در پایان سوره دعاست. ما فقط تو رو عبادت میکنیم بار الله و فقط از تو یاری میجوییم. این چی است؟ این توحید است. اصل توحید است. این عبادت‌های خالصانه خود را و این توحید خالصانه خود را وسیله‌ای می‌کنیم برای اینکه دعای ما را بپذیری. این استعانت، این توسل به اعمال صالح برای دعاست. در دعا میشه که به اعمال صالح توسل کرد. و این یکی از دلایلی که میشه از این آیه برداشت کرد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعدش دعا میآید. دعا اهدنا الصراط المستقیم. بار الله ما را هدایت فرما، راهنمون گردان، به ما نشان بده راه مستقیم را. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا، ما را هدایت کن. الصراط المستقیم. صراط راه، صراط راهی که هموار باشه برای حرکت کردن بهش میگن صراط، راه هموار. صراط راه همواری که آماده استفاده است رو میگن چی؟ صراط. المستقیم. الله متعال برای این صراط یک صفتی رو ذکر میکنه برای ما. صراط المستقیم، صراطی که مستقیم است. صراط مستقیم. بار الله ما را به راه راست هدایت فرما. الله متعال به ما یک دعا یاد میدهد که این دعا رو همیشه بخوانید. در هر رکعت نماز هر مسلمانی هر روز 17 بار این دعا رو میخواند. مهمترین دعای زندگی یک مسلمان این دعاست. الله متعال به ما یاد میدهد که در زندگی روزانه 17 مرتبه از او بخواهیم این دعا رو. در هر رکعت نماز تکرار میشه. مهمترین دعای زندگی یک انسان مسلمان دعای هدایت است. هدایت به راه راست. صراط المستقیم. اهدنا. هدایت به معنای چی است؟ به دو معنی می آید در قرآن کریم. یکی نشان دادن راه است، یکی توفیق بر رفتن در راه است. وظیفه دعوتگر، انبیای الهی و بقیه دعوتگران این بوده است که چیکار بکنن؟ راه رو نشان بدهند. راه رو نشان بدن. وظیفه نشان دادن راه بوده است. اما رساندن راه، توفیق از جانب الله متعال است. توفیق، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء.
ندای متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که تو نمیتوانی هر کسی رو که بخوای هدایت کنی. این ندای متعال از هر کسی رو که بخواد توفیق هدایت به او میدهد. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. ما دعوتگر، یک پیامبر، وظیفه اون نشان دادن راه است. توفیق رفتن در این مسیر رو ندای متعال میدهد. اینجا اهدنا الصراط المستقیم یعنی یا بار الله توفیق رو به ما بده در این مسیر مستقیم باشیم. یک سوال اینجا مطرح می شود، خب کسی که این دعا رو میخونه خب یک مسلمان است. سوره حمد خب یک مسلمان میخونه، در نماز هم داره میخونه دیگه، در هر رکعت نماز ما رو میخونیم. ما در هر رکعت نماز وقتی نماز میخونه فرد مسلمان هست، سوره حمد رو بلد هست، قرآن یاد گرفته، دعا میکنه، خب چطور مگه این راه رو گم کرده که الان بگه اهدنا الصراط المستقیم؟ سوال پیش میاد. من دارم نماز میخونم، خب یعنی مسلمانم، یعنی راست رو پیدا کردم، دوباره چرا این سوال رو میکنم؟ اینجا به معنای اینه که به من توفیق استمرار بر این مسیر رو بده بار الله. مثل اون آیه که در سوره مبارکه آل عمران میفرماند ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. بار الله بعد از اینکه ما از به راه راست آمدیم ما رو از راه بیرون نکن، ما رو توفیق بده در راه راست باشیم، چون دشمن زیاد است، چون هر مسیر در مسیر شیطان ایستاده است، چون وسوسه نفس است، وسوسه شیطان است. اهدنا الصراط المستقیم به این معنی است. اهدنا الصراط المستقیم، راه راست رو به ما نشان بده. اهدنا الصراط المستقیم، بار الله راه راست رو به ما نشان بده. بعد از اینکه در آیه قبل ایاک نعبد و ایاک نستعین را متعال فرمود، ایاک نعبد و ایاک نستعین مهمترین خلاصه این سوره است و ایاک نعبد و ایاک نستعین این آیه خلاصه دعوت تمام انبیای الهی است. ایاک نعبد و ایاک نستعین رو مفسرین گفتن این سوره فاتحه خلاصه قرآن است و این آیه خلاصه سوره فاتحه است. ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاک نعبد و ایاک نستعین خلاصه دعوت تمام انبیای الهی است. همه انبیای الهی آمدن تا به این مرحله برسانند پیروان خود رو که ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید بیاورن و شرک رو از بین ببرن. بعد از این ندای متعال فرمود حالا در این مسیر دعا کنید، توفیق نصیب شما بشود در این مسیر بمانید، در مسیر توحید. اهدنا الصراط المستقیم. دعای هدایت مهمترین دعایی است که باید هر روز خوانده شود. چرا دعاهای دیگری نیامد؟ دعای رزق، دعای روزی، دعای پیروزی برابر دشمنان. چون وقتی هدایت تو نصیب بشه به انسان، وقتی انسان هدایت شد، توفیق هدایت پیدا کرد، استقامت بر مسیر پیدا کرد، به تقوا میرسه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. الله متعال میفرماید هر کسی که تقوا پیشه کند، الله متعال راه برون رفت از مشکلات رو رو یاد میدهد و از جای او را رزق و روزی میدهد که اصلا گمانش نکنه. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. هر کسی که تقوا پیشه کرد، تقوا رسید، برای او الله متعال آسانی می آورد. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته. هر کسی که تقوا پیشه کرد گناهانش بخشیده میشه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل سرزمین ها، شهرها و قریه ها تقوا پیشه بکنن، الله متعال درهای رحمت خود را، برکات خود را از آسمان و زمین به آنها میفرستد. هدایت مهمترین دعایی است که یک انسان مسلمان هر روز 17 بار حداقل از الله متعال میخواهد. چون وقتی هدایت شد همه چی درست میشه. وقتی در مسیر قرار گرفت، صراط المستقیم، راه مستقیم. راه مستقیم فقط یک راه است. الله متعال میفرماید بخواهید که من شما رو به صراط مستقیم شما رو راهنمون بکنم. اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم را الله متعال برای ما اینجا اشاره میفرماید که این صراط مستقیم چه راهی است. صراط مستقیم برای رسیدن به الله متعال فقط یک راه وجود دارد. این شعارهایی که برای رسیدن به الله راههای مختلفی وجود دارد، اینها مخالف با آیات قرآن کریم است. برای رسیدن به الله متعال فقط یک راه است، صراط مستقیم. یک راه، اونم راه مستقیم است. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. رسول الله علیه الصلاه فرمود این راهی که من میروم راه مستقیم است، فاتبعوه، این رو اطاعت کنید، پشت سر من بیایید در همین راه. ولا تتبعوا السبل، راههای دیگری رو نرید، فتفرق بكم عن سبیله، شما را از راه الله متعال دور میکند. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. من رو الله متعال، من محمد مصطفی رو بر راه مستقیم فرستاده است. دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا، دینی درست استوار، همون راهی که ابراهیم علیه السلام رفته بود، همون راه اوست، راه توحید است. ابراهیم علیه السلام مشرک نبوده است. راه شرک هرگز انسان رو بر الله متعال نمیرساند. راه مستقیم همین راه است، راه اتباع از انبیای الهی. در سوره مبارکه زخرف آیه 60 که الله متعال میفرماید و تبعونی هذا صراط مستقیم، از من محمد مصطفی علیه السلام اطاعت کنید، این است راه مستقیم. راه رسیدن به الله متعال فقط یک راه است، راه انبیای الهی، راه توحید، راه پیامبران الهی. در
آیه بعد الله متعال میفهمد صراط الذین، این راه کی است؟ همون راه کسانی که انعمت علیهم، بار الله راه اون کسانی که به آنها نعمت داده. صراط الذین انعمت علیهم، راه همون کسانی که بر آنها نعمت دادی بار الله. کسانی که به آنها نعمت داده است الله متعال برای ما در سوره مبارکه نساء آیه 69 معرفی میفهمد. و من یطع الله، هر کسی که از الله اطاعت کند، و الرسول، کسی که از الله و رسول اطاعت کند، اطاعت از الله و رسول، فاولئک، هر کسی که اطاعت از الله و رسول را انجام داد، این انسان فاولئک روز قیامت مع الذین انعم الله علیهم، به همراه کسانی است که الله متعال به آنها نعمت داده است. کیا هستند این افراد؟ من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، انبیای الهی، صحابه آنها که صدیقین هستند و همچنین شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، و چه دوستان خوبی هستند. بعد در حدیثی انس بن مالک میفهمد روزی رسول الله علیه السلام بر روی کوه احد بود و ابوبکر و عمر و عثمان همراه او بودند. کوه به لرزه افتاد، پای خود را رسول علیه السلام بر روی کوه زد، گفت آرام باش احد، که بر روی تو یک پیامبری است و صدیقی است و 2 شهید در کنار تو وجود دارد، بر روی تو وجود دارد. انبیا، صدیقین و شهدا و صالحین. راه مستقیم فقط راه انبیای الهی است، راه صحابه انبیای الهی است، راه شهدا است. یک راه برای رسیدن بر راه متعال وجود دارد و آن صراط مستقیم راه انبیای الهی است، راهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته است، راه قرآن است، راه دیگری وجود ندارد. برای رسیدن به رضایت الله متعال فقط آنچه را که خود الله متعال فرموده باید رفت. راه رسیدن به الله متعال اتباع کتابی است که برای ما فرستاده است، پیروی از پیامبری است که برای ما فرستاده است. اینکه کسی گمان بکنه به راه راست رفته است اما به بیراهه رفته است، به ترکستان رفته است، اون دیگر. در ادامه الله متعال میفرماید راه اون کسانی که به آنها نعمت داده ای ما را هدایت بفرما، غیر المغضوب علیهم، نه راه آنانی که بر آنان خشم گرفته ای، و نه الضالین، و نه راه کسانی که گمراه شدند. غیر المغضوب علیهم، کسانی که بر آنها خشم گرفته. الله متعال در آیات مختلف از قرآن کریم میفرماید که به یهودیان خشم گرفته است. در آیه 61 سوره مبارکه بقره الله متعال میفرماید و او بغضب من الله، درباره یهود و داستان بنی اسرائیل ذکر میشه مفصل. و همچنین در همین سوره باز در آیه 90 سوره مبارکه بقره درباره بنی اسرائیل باز صحبت میشود. بئس ما اشتروا به انفسهم و یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من یشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. الله متعال خشم پشت سر خشم رو بر آنها فرستاد و خشم الهی اونها رو در بر گرفت. غضب الهی که صفات فعلی الله متعال است دامنگیر آنها شد. یهودیان رو مفسرین گفتن با توجه به آیاتی که ذکر شد غیر المغضوب علیهم یهودیان هستند. و نه ضالین، ضالین کیا هستند؟ ضالین کسانی هستند که گمراه شدند. در سوره مبارکه مائده آیه 77 الله متعال میفرماید قل یا اهل الکتاب، ای کسانی که جز اهل کتاب هستید، به غیر از آنچه که حق است درباره الله متعال نگویید. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، پیرو اهوا و هوس کسانی نباشید که قبل شما گمراه شدند. هم گمراه شدند، هم گمراه کردند، هم به بیراه رفتند. و این آیه باز اشاره به این دارد که مسیحیان کسانی هستند که جزء ضالین قرار گرفتند. گرچه یهودیان هم جزء گمراهی هستند. گمراهی یعنی خب گمراهی، یهودیان هم گمراه شدند که بر اونها خشم نازل شد. هم یهودیان گمراه شدند، هم مسیحیان گمراه شدند. اما یهودیان گمراهی آنها به خاطر این بود که علم داشتند، عمل نکردند. مسیحیان عمل کردند بدون علم، از روی جهالت و نادانی به مسیری رفتن، تحریف شده بود بسیار از آنچه که نزد آنها بود. یهودیان حق رو می‌دانستند، قبول نمی‌کردند. اینها ندانسته گمراهی رسیدند. این دو آیه غیر المغضوب علیهم، غیر المغضوب علیهم وصف حال کسانی است که آنها علم دارند عمل ندارند. ضالین کسانی است که عمل دارند اما علم درستی ندارند. برای پذیرش یک عمل هم علم درست لازم است، هم عمل درست با آن، هم اخلاص لازم است، هم پیروی از سنت رسول صلی الله علیه و سلم. و الله متعال برای ما امر می‌فرماید که دعا بکنیم، از الله متعال بخواهیم که جز این دو گروه نباشیم. استمرار بر مسیر هدایت رو بخواهیم، در مسیر درست استمرار رو بخواهیم که در مسیر قرار بگیریم و مسیر کسانی که الله متعال با آنها لطف کرده است، انبیای الهی، صحابه انبیای الهی و
شهدا و صالحین و نه مسیر کسانی که گمراه شدند. خشم الهی، غضب الهی، لعنت الهی، نفرین الهی آنها را فرا گرفت. کسانی که علم داشتند و عمل نکردند، یا کسانی که عمل کردند بدون علم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بگویا شما را به زیانبارترین اعمال دلالت نکنم؟ کسانی که گمراه شدند و گمان می‌کردند که به راه راست می‌روند. اونها کسانی که سعی بی‌فایده کردند در زندگی دنیا و گمان می‌کردند که آنها کار نیک انجام می‌دادند. الله متعال از ما می‌خواهد که دعا بکنیم تا از جمله این گروه قرار نگیریم. در پایان سنت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که این سوره تمام میشد میفرمود آمین، یعنی اجابت بفرما یا الهی، و این رو ما در نمازها هم میگوییم و اون آمین به معنای قبول بفرما یا الله دعای ما. این سوره که من سعی کردم که در این برنامه تمومش بکنیم، هرچند که جا داشت که ما 2-3 برنامه دیگر رو هم در این باره صحبت بکنیم، اما خب وقتی طولانی بشه صحبت باز مقداری خستگی ایجاد میکنه برای عزیزان. سعی کردم که مختصراً به محتوای این سوره در این آیات اشاره بشود. الله متعال در این سوره برای ما در 3 بخش مختلف خلاصه آنچه که در کل قرآن کریم مطرح می شود رو مطرح کرد. اینجا از توحید مطرح می شود، توحید مطرح شد و معاد مطرح شد، قیامت، نبوت مطرح می شود، انبیای الهی و مسیر انبیای الهی، و این خلاصه آن چیزی است که در سوره های دیگر به تفصیل درباره آن صحبت می شود. امید است که همراه شما سروران ما این سوره را بهتر از قبل درک بکنیم و محتوای او را دقت بکنیم و در آیات، در تلاوت‌های خودمان در نماز بیشتر دقت بکنیم این سوره، و امید است که الله متعال من و شما را به راه راست هدایت بفرماید. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. تا دیدار دیگر هم به شما سروران رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدارتان. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.